به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. با سری برنامه‌های جدید گام بعدی در خدمت شما عزیزان هستیم به همراه خاله لویز مخوف عزیز. خاله لویز خیلی خوش آمدید. اگر از سلام می‌دید خدمت بینندگان بفرمایید. خیلی خوشحالم در کنار شما در خدمت بینندگان عزیز هستیم و ساعتی رو با هم دیگه میگذرونیم. امیدواریم که موضوع برنامه جلب توجهشون رو بکنه و با ما تا آخر برنامه به پای برنامه بشینن. آمین. قسمت قبل در رابطه با پرورش عادت‌های خوب صحبت کردیم. بله. الان تو این قسمت می‌خوایم که در رابطه با نقش باورها در رابطه با عادت‌های خوب صحبت کنیم. بله. بی‌صبرانه منتظر هستیم که از شما بشنویم. خواهش میکنم، ممنونم. بله، در این که کلاً وقتی که ما ایمان میاریم یا اصلا کلاً به شکل زندگی ما همینطور عادت پشت عادت هی توسعه میدیم. بعضی عادت‌ها خوب، بعضی عادت‌ها بد، مخرب. و خب تشویق ما برای بینندگان عزیز اینه که تا اونجا میتونن عادت‌های خوب رو در خودشون پرورش بدن. اصلا این زندگی لازمه تغییره. ما نمیبینیم که یکی در جای خودش جا بزنه. اگه بچه‌ای به دنیا میاد، رشد لازمه، تغییر لازمه رشده و همینطور میبینیم از مرحله به مرحله دیگه منتقل میشه. این تو اغلب مراحل زندگی اون قابلیت تطبیق دادن خودمون با شرایط محیط و با شرایط کار و اینها مصداق داره. تغییر لازمه هست. یکی از چیزایی که خیلی باید در خودمون کار بکنیم تغییر در باورهای ما هست. انسان هر چی رو باور کنه، هر چی رو که اجازه بده در مغزش اینو به شکل حافظه تشکیل بده، در هر حال آنچه که اینجا تو مغز میگذره در نهایت یا به گفتار ختم میشه یا به عمل. به این دوتا ختم میشه و عادتها اینطوری تشکیل میدن. ما موجودات ایمانی و موجودات عادتی هستیم. میتونیم به چیزی ایمان بیاریم برای اینکه از نظر قلبی اون الزام قلبی در ما اتفاق میفته و باورها رو میتونیم به این شکل بدیم و اینکه موجودات عادتی هستیم. ما میبینید سر صبح بیدار میشیم، طبق عادت اولین چیز اینه که راه میفتیم میریم دستشویی یا نمیدونم میریم مسواک میزنیم سر صورت خودمون. یک سری کارهاست که بدون اینکه فکر کنیم چون عادت شده روتین انجامش به شکل اتوماتیک انجام میدیم این عادت‌ها رو. وقتی که واقعا به بلوغ فکری میرسیم، از نظر قوه عقل به یه جایی میرسیم که در قوه تصمیم گیری هستیم، مرجعی هستیم برای خودمون. اون بلوغ باید اونجا خودشو نشون بده. در جایی که خودشو خیلی نشون میده تو باورهامونه. ما چی رو باور میکنیم و چگونه باور میکنیم خیلی مهمه. چی رو باور داریم؟ مرجع برای ما کتاب مقدسه. وقتی که ایمان میاریم، فرض من بر اینه که بینندگانی که تماشا میکنن ایمان آوردن. فرضه. نمیگم لزوما حقیقته. ولی در هر حال فرض بر اینه که ایمان آوردیم. این ایمان لباس خودشو داره. علائم خودش رو داره. چطور ما در زندگی گذشته یه سری خصوصیات بود خیلی تمیز رو عادت داشتیم اونا رو انجام میدادیم. الان زمانش رسیده که این عادت رو عوض کنیم. پولس رسول در باب 12 رومیان آیات 1 و 2 به یک مسئله اشاره میکنه که خیلی حیاتیه، چون ربط داره به عادتها و ربط داره به باورهای ما. باز در امثال سلیمان میگه که انسان هر چی رو باور کنه همون هست. یعنی هر کی یا خودش رو هر چی میبینه در واقع همونطوری عمل میکنه به تصویری که در مغز و قلب داریم نسبت به خودمون. ما بر اساس این باورها زندگیمون رو جهت میدیم، به اصطلاح هدفهامون رو اینطوری تنظیم میکنیم. پس باورها نقش بزرگی داره. مستلزم این هم هست که اون تولد تازه رو ما بله. به دست بیاریم. وقتی اون تولد تازه رو به دست میاریم متوجه میشه مثل یک فرزندی که تازه متولد میشه، تازه انگار به یک دنیای جدیدی وارد میشیم و بهترین کسی که میتونه خود ما رو قضاوت بکنه که چه آدمی بودیم و تو چه مسیر درستی داریم میریم خودمون هستیم. بله. وقتی که میبینیم که
اون آدم سابق نیستیم، از اون عادتهای خوب و عادتهای بد دست برداشتیم و به عادتهای خوب رو آوردیم، یکی از نشاناش میتونه همین باشه که این تولد تازه رو ما دریافت کردیم و خدا داره در ما کار میکنه. اصلا مرئی میشه، شما قابل رؤیت میشه، قابل دیدن میشه. ببینید تغییر زندگی یه چیزی نمیشه قایمش کرد. شما آرامی که در خودتون دارید چطور میتونید قایمش کنید؟ شخصی که آرام شده، حالا تولد تازه در اینه، وقتی یک کسی که شخصیت خیلی زودجوش و به اصطلاح عصبی داشته، الان این رو رامش کرده، آرام شده و یک آرامی ساکن شده. در کتاب ایوب میگه که اگه خدا به کسی آرامی میده، کیه که او رو به اضطراب بندازه؟ اضطراب نقطه مقابل آرامیه. یه چیزایی هست رویت میشه. من همیشه این گفته رو تکرار میگم، تغییر زندگی ما بلندتر از حرفای ما حرف میزنه. ما یادش بخیر یه آقایی بود خیلی هم با خوشحالی چیز میکرد که من خانومم یعنی جوری رفتار کردم تو خونه که خانومم متوجه نشده من ایمان آوردم. من نخواستم بگم ولی تو دل خودم اینو چیز کردم، گفتم خب پس تغییری ایجاد نشده. اگر ایمان قایم بشه یعنی تغییر زندگی قایم شده. آخه نمیشه. منی که آرامی دارم یا منی که الان یاد گرفتم نیکویی بکنم و قبلا نمی کردم، مضاف به اون بذار یه چیز خیلی روشن‌تر رو بگم. منی که قبلا عصبانی می شدم، داد می زدم، الان داد نمی زنم. یا اگر من مثلا فحشای رکیک می دادم، از خودم این مثال میارم که خدای نکرده به کسی توهینی چیزی نباشه، قبلا فحشای رکیک میدادم الان اصلا نیست، یا از چیزایی از مجالسی چیزایی لذت میبردم الان اون لذت دیگه کنده شد. اینو چطوری میتونم قایم کنم؟ تغییر خودشو نشون میده. و ایمان، یکی از زیبایی های ایمان اینه که اون بلوغی که وقتی ما در ایمان میاریم، اون باورهای ما وقتی به بلوغ روحانی میرسیم، این خودش رو نشون میده. طبق این ضرب المثل فارسی، من خیلی دوست دارم ضرب المثل‌های فارسی رو، میگه عطر آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید. به حرف ما نیست، ما حقیقتا اون عطر رو نشون میدیم، این تغییر رو نشون میدیم. اون چیزی که پولس رسول در همین رومیان 12 بهش اشاره میکنه، 1 و 2 آیاتش، راجع به تازگی ذهن صحبت میکنه. چرا؟ برای اینکه همونطور که گفتم همه چی اول، اون نطفه هر فکری اول در مغز. ما از طریق اطلاعات رو از طریق حواس پنجگانه از محیط میگیریم. جایی که این اطلاعات رو تجزیه تحلیل میکنیم مغزه و در نهایت این اطلاعات یا به شکل حرف گفته میشه یا به شکل عمل انجام میشه. پولس رسول داره انگشت میذاره به اون نطفه، داره میگه که روی نحوه فکر کردنتون باید عوض بشید. چرا؟ مطابق آیه‌ای که عیسی مثالی رو که داد، گفت شنیده اید که به اولین گفته شده، اینو در متی در همون موعظه سر کوه ادامش بابای 5 6 7 این صحبت هاست که کوتاه اشاره میکنه. عیسی میگه که شنیده اید که در عهد عتیق، وقتی میگه اولین منظورش در عهد عتیق زمان شریعت، میگه گفته شده که هر کی زنا کنه گناه کرده. خب حالا خب این مثال رو به شکل عملی، چون یه چیزی بود که میشد تصور کرد و فهمید موضوع رو، از مثال این مسئله استفاده میکنه برای تشریح مطلب. میگه که اگه زنا کردی گناه کردی طبق شریعت، اون وقت باید بری قربانی بگذرونی. اما من به شما میگم هر که نظر بد بندازه به یه خانوم، در دلش از رو شهوت نظر بندازه، گناه کرده. چی رو داره انگشت میذاره؟ میگه فکر مساوی عمله. درست. یعنی فکر در خودش قابلیت ارتکاب عمل رو داره. پس بنابراین فکر نکنیم این چیزایی که اینجا داره میگذره مضر نیست. اتفاقا در نهایت همین چیزا هرچی اینجا ما بپرورونیم، در نهایت این تبدیل میشه به حرف یا به عمل. و پولس رسول میگه اینجا رو مواظب باشید، اینجا باید تازه بشه، این باید بره زیر پوشش تولد تازه. وقتی که میگه که شما در تازگی ذهن وقتی رفتار میکنید، آنگاه 2 چیزه میگه، اینطوری شما اراده خدا رو خواهید فهمید، اونم اراده پسندیده و نیکوی خدا رو برای شما، و در عین حال میگه که مطابق اطرافیانتون نباشید، به همشکل دنیا نشید. بین شما و اون استانداردهای دنیا، استانداردی که الان بر شما حاکمه، باید فرق داشته باشه با بیرون. در واقع داره میگه هرچی در گذشته بوده
اینا رو ترک کنید. مخصوصا در رساله افسوسیان خیلی واضح باز این مسئله رو تکرار میکنه، میگه چیزای تاریکی، اعمال تاریکی، چیزایی که در گذشته، اعمال انسانیت کهنه رو بندازید بیرون، ترک کنید و به انسانیت تازه. خیلی وقتا هم این چقدر خوبه که به غیر از این که خود ما صحبت بکنیم بذاریم که اعمال ما نشون بده. دقیقاً. و چقدر این توی بشارت مخصوصا اون کسایی که میترسن با خانواده صحبت کنن، با اطرافیانشون، من همیشه میگم سعی کن که اون تولد تازه رو به دست بری، اعمالتو توی خونه نشون بده که این بزرگترین بشارته، که ببینن که این آدمی که قبلا بوده، سابق بوده، دیگه اون انسانیت کهنه مرده. یک انسان، یک خلقت تازه است. همونطور که کلام خدا میگه. این خیلی کمک میکنه برای بشارت دادن به اطرافیان. دقیقاً. اتفاقا شهادت‌های بسیار زیادی دارم از خانوم‌ها و آقایونی که اونایی که ازدواج کرده بودن یا دوستایی که دوست به دوست در مورد مسیح صحبت کرده، اینو میگفتن اون کسی که، اون خدایی که این شخص رو عوض کرده، من به اون خدا ایمان میارم. همون باورهاست دیگه. میگه که تو به چه چیزی باور داری، چه اتفاقی افتاده که تو انقدر تغییر کردی. خیلی کمک میکنه. بازی آیه جالبی هست که مسیح میگه که بگذارید نور شما بر مردم بتابه. نور شما بر مردم بتابه. نمیگه که از نور خودتون حرف بزنید، میگه یعنی مسیح رو زندگی کنید. خدا تو زندگیتون جوهر اصلی گفتار، رفتار، کردارتون باشه. در نحوه تفکر بین اینجا و زبان دوگانگی نباشه. در درون یه چیزی دیگه نباشه. پولس رسول باز یه جمله جالبی این مسئله رو میگه نه صورت دینداری بلکه قوت دینداری. منظور چیه؟ به حرف نباشه، تظاهر نباشه، بلکه عملا این در زندگیمون دیده بشه. اولین جایی که خودش نشون میده خانواده است، اطرافیان هستن، دوستان هستن که متوجه این تغییر میشن و واقعا نمیتونیم اینو قایم کنیم. واقعیت امر اینه که قایم شدنی نیست و خودش شکوفا میگه، خودش نشون میده این مسئله. من با یه مثال اینو بگم بعد بریم یک استراحت کوتاهی بکنیم. چقدر خوبه که ما سفیرای خوبی باشیم برای مثلا شما سفیر یک کشور رو نمیبینید که کارهای غیر اخلاقی انجام بده و اگر انجام بده به همه به حساب اون کشور گذاشتی، مردم اون کشور. شما میخوام بپرسم از شما، سوال من اینه که آماده اید که اون عطر خوشبو مسیح رو بدید، سفیر خوبی باشید برای او که ببینن مردم که شما به چه چیزی باور دارید، به چه کسی باور دارید که اون خلقت تازه، اون تولد تازه رو به دست آوردیم. در حین اینکه یک استراحت کوتاه میکنیم میتونیم به این موضوع فکر کنیم و خیلی زود برمیگردیم با شما عزیزان همراه خواهیم بود. خب عزیزان برگشتیم بعد از استراحت کوتاه. قبل از اینکه بریم به استراحت داشتیم صحبت می‌کردیم که آیا شما عزیزان حاضرید که سفیران خوبی باشید برای عیسی مسیح یا نه؟ برای این تولد تازه آماده‌اید که این تولد تازه رو دریافت کنید و اطرافتون، خانواده‌تون رو تحت تاثیر ایمانتون قرار بدید، جامعه‌تون رو، شهرتون رو، کشورتون رو که آدم‌هایی که احتیاج دارن ببینن، چه اونایی که میشناسن چه اونایی که نمیشناسن. آیا آماده ایم که به این موضوع که ما تولد تازه رو داریم بپردازیم؟ نه. حالا میخوام که از خاله لویز عزیز بپرسیم که برای اینکه به این باورها، به این راهکارها برسیم چه راهکارهایی وجود داره، چه کارهایی رو باید انجام بدیم لویز جان که بتونیم سفیران خوبی باشیم برای عیسی مسیح؟ بله همینطوره. دانستن این که چه تغییراتی باید انجام بده، فقط این انجام بشه، فقط دانش تنها کافی نیست. ما باید ببینیم چگونه این تغییرات رو در خودمون انجام بدیم. تنهایی نمیتونیم. واقعیت امرین ما همیشه
دوستی داریم به عنوان روح القدس که تمام کارهای مسیح رو به قول معروف هم به یاد ما میاره، هم کمکمون میکنه در این مسیر تولد تازه روز به روز شبیه مسیح بشیم. یه سری راههای عملی هست که در این همکاری میتونیم سرعت بیشتری به اصطلاح به این پروسه بدیم. یکیش اینه که هدفهای زندگیمون رو تغییر بدیم. اگه قبلا مخصوصا روی انگیزه‌هامون، اگه قبلا انگیزه ما لذت آنی بوده یا جزوندن یکی بوده، خیلی چیزا همین میتونه انگیزه باشه، انتقام باشه یا نه نیکویی کردن. در هر حال انگیزه هامون روی انگیزه ها کار بکنیم که اهداف زندگیمون در جهت درست بره و به اصطلاح در مورد محبت به خدا، محبت به دیگران و اینکه زندگی ما تا چه حدی تسلیم خدا هست، روی اینا کار بکنیم. برای اینکه ما متفاوت زندگی بکنیم باید متفاوت فکر بکنیم، باید نحوه فکر کردن ما عوض بشه و تغییر رفتار ما آسان‌تر میشه، راحت‌تر میشه اگه ما کاملا تسلیم خدا باشیم. یعنی این به این نقطه برسیم که من تنهایی نمیتونم حقیقتا در این مورد خودم هدفهای زندگیمو تغییر بدم یا اینکه در خودم تغییراتی ایجاد بکنم، برای اینکه تنهایی نمیتونیم. ما کمک روح القدس رو همونطور که گفتم داریم، میگه که به عنوان مددکار از او یافت میشه. ما احتیاج داریم به از سخنان عیسی پیروی کنیم. گاهی وقتا همین این فکر که حالا من بیام حرف یکی دیگر رو گوش بدم، حالا مثلا حرف من چه ایرادی داره، اینجور چیزا تغییر میکنه در طول تولد تازه. و اگه هنوز ادعا داریم که در تولد تازه هستیم ولی این تیپ به اصطلاح افکار در ما هست، من فکر میکنم باید برگردیم دوباره به منبع. ما تو این مسیری که داریم میریم برای یه کاری حالا من خودم رو مثال بزنم، یادمه که برای مثلا قسمت هایی که میخواستم که کارهایی که انجام بدم 2 بار 3 بار این کار رو انجام میدادم و میدیدم نه نمیتونم از اون خطایی که هست، از اون گناهی که هست آزاد بشم. باز دوباره برمیگشتم و کم کم داشت باورم میشد که نه من نمیتونم این کار رو انجام بدم. برای اون دسته از افرادی که توی این مسئله میفتن، توی این فریبی که میفتن، شیطان بهشون میده که نه بابا تو نمیتونی، خودتو خسته نکن، ببین الان چند بار شد، 3-4 باره اومد این کار رو انجام بدی نشد. برای اون دسته از کسایی که دوچار این معضل میشن چه راهکاری هست؟ باز همین مسئله قوه تشخیص روح القدس، این قوه تشخیص رو روح القدس به ما میده، در این مورد کمک بگیریم. و این یه چیزیه که وقتی که در مورد تازگی ذهن صحبت میکنه یه چیز مرتبه، یک بار نیست، چون افکار هر روزه است، این چیزا میان و میرن. در این راستا باید از روح القدس کمک بگیریم و این مسئله که به اصطلاح صدای درون داریم ما. ببینید شیطان افکار ما رو نمیتونه بخونه مگر اینکه افکاری رو که خودش انداخته تو مغز ما. اونجاست که پولس رسول میگه که هر فکری رو از همون نطفه میگه به انقیاد، به اطاعت عیسی مسیح میارم. منظورش چیه؟ گاهی وقتا ما این آیه یه مقدار بد برداشت میشه یا درست تفسیر نمیشه. این آیه اینو میگه، نه اینکه از مسیح اطاعت کنید، منظور این نیست، گرچه در کنهش اینو داره، ولی اون زبان اصلی که در واقع پولس داره اینو استفاده میکنه، میگه منظور به اطاعت عیسی است از پدر. میگه که هر فکری رو که عیسی از پدر اطاعت کرد و اون اطاعت رو داشت، شما هر فکر رو به زیر اطاعت عیسی از پدر بیارید. اینو داره میگه، یعنی در واقع به اطاعت عیسی در زندگیش از پدر. و بالاترین نمونه‌ای که ما در زندگی داریم و بزرگترین نمونه ما خود شخص عیسی مسیح است. در اون 33 سال زندگیش بر زمین ما می‌بینیم عکس‌العمل‌هاش، رفتارش با رهبران مذهبی، با فریسیان، با افرادی که حقیقتا خشک و یک بعدی نگاه می‌کردن به مسائل، چه عکس‌العملی بوده. ببینید تصویری رو که باید داشته باشیم، باید یه تصویر بزرگتر از اون چیزی که اینجوری نگاه می‌کنیم. آنچه که در این تغییر و تبدیل ما باید حواسمون باشه، اون تصویر بزرگتریه که در واقع در چیز ابدی هست، اون تاج حیات ابدی رو در واقع به دنبالش باشیم. باید افکار ما روی، یعنی تا حالا روی چیزهای زمینی متمرکز بود، الان علاوه بر چیزهای زمینی باید روی مسائل آسمان هم متمرکز باشیم. بنابراین این زمانی که انگیزه هامون درست نیست یا اینکه هیچ راه و روشی برای تغییر و تبدیل به فکرمون نمیرسه، نداریم، کارگر نیست، بهترین
کسی که داریم، نمونه‌ای که داریم عیسی هست. اگه خودمون مستاصل میشیم، ناامید میشیم، نگاه میکنیم به عیسی ببینیم اون در زندگیش چجوری زندگی کرده. من یه نکته‌ای که خیلی میخوام تاکید بذارم روی این، رو باورهامون هست. باور بکنیم که ما میتونیم با کمک خدا تغییر بدیم زندگیمونو. همین این باور، این خودش میگن تشخیص درمان نصف تشخیص بیماری نصف درمانه. همین این باور که ما برای تغییر و تبدیل کمک خدا رو داریم و به این کمک خدا احتیاج داریم خیلی کمک میکنه، برای اینکه شرایط ممکنه رو ما اثر بذاره، مردم رو ما اثر بذاره، ولی واقعیت امر اینه که ما تو فیلیپیان 4:13 میگه که قوت هر چیز را دارم در مسیح که منو تقویت میکنه. پس ما میتونیم برای این تغییر و تبدیل به کمک خدا، به کمک روح القدس مطمئن باشیم و قوت رو خدا به ما میده در بکارگیری راههایی که بتونه در این به اصطلاح تغییر و تبدیل ابتکارهایی بذاره جلوی ما، راههایی بذاره. چون این تغییر همونطور که گفتم جلو هست، انگیزه هامونه و رغبت در میل یک رغبتی باشه. داوود برمیگرده میگه رغبت من در شریعت خداونده، اصلا اون میل من، چیز من در شریعت خداونده. ما یه چیزی به این محکمی داریم تو دست خودمون و کم بهش دقت میکنیم که روی باورهامون کار کنیم و باور بکنیم میتونیم تغییر بکنیم. در مورد تغییر عادات خودمون از خدا کمک بگیریم. خداوند روح القدس کمک میکنه، تکنیکایی هست میذاره برای ما روح القدس، و همینطور بریم نسبت به عاداتمون تو خود کتاب مطالعه کنیم. اگر اسیر یک عادتی هستیم ببینیم کلام خدا چی میگه در مورد این اسارت. ممکنه به اسم نبره، ولی خب جاهایی هست که میگه که چطور میتونیم بر وسوسه ها پیروز بشیم. منظور این که میگه جای پا ندید، در مقابل این که میگه در مقابل ابلیس مقاومت بکنید، اصلا این معنی اصلیش یعنی جای پا ندید، یعنی نذارید اصلا وارد بشه، مجال بهش ندید. که برای اینکه این قوه دفاعی رو داشته باشیم ما احتیاج داریم به پوشش اون زره روحانی که میگه، در مورد سپر صحبت میکنه، در مورد کلاهخود صحبت میکنه، شمشیر صحبت. اینها ابزاریه که ما داریم برای اینکه درست بتونیم در مورد تغییر با خدا همکاری بکنیم. مطالعه کتاب مقدس بسیار مهمه، این نصف قضیه است. من همیشه میگم در کنار مطالعه کتاب مقدس ما دعا داریم، یعنی آنچه رو که خوندیم، این مسئله‌ای که خوندیم نباید فراموش بشه، از رو تعمق بکنیم، فکر بکنیم، بعد دعا بکنیم برای این مسئله. باور کنید امکان نداره، من همیشه میگم امکان نداره ما از خدا کمک بخوایم برای یه عادتی یه جایی ما رو متوجه نکنه. یکی از چیزایی که اغلب دیدم که کرده این رو، شخص وقتی که شروع میکنه برای تغییر عادت، یا میبینی یه مسئله ای رو خدا یهویی مثل چیز میندازه تو سرش، یه گناهی یا یه اشتباهی، یه چیزی رو که مدت‌ها پیش کرده، وقتی اینو میاره جلو معنی چیه؟ یعنی اونجا رو توبه نکردی، احتیاج به توبه. از گناهانمون توبه بکنیم. اگه چیزایی رو به یاد نمیاریم، مثل داوود بگیم که چیز منو رو دل من تفتیش کن، به دهان من، رو بار فرشتگان دهان من رو نگاهبانی کن، بر دل من رو تفتیش کن، ببین آیا گناهی مخفی هست اونجا، چون حافظه یادش میره. ما گاهی وقتا چون متوجه نیستیم داریم چی کار میکنیم و نمیدونیم یکی رو آزرده کردیم، طرف از ما غر کرده و رفته، ما اصلا خبر نداریم. گاهی وقتا این چیزها رو روح القدس میاره و از اینا توبه بکنیم. در هر گناهی این فرمول رو بدونیم که گناه توبه میطلبه، و اگه هم کسی دیگه‌ای به ما گناه کرد، در واقع بتونیم ببخشیم، روی بخشش خودمون کار بکنیم، نه تنها توبه، روی بخشش کار کنیم. 90% تقلا و تلاش یک ایماندار اون مصمم بودن و قاطع بودن، 10% اون توانایی و پشتکار و اینا هست. 90%ش قاطع بودن، یه تصمیم قاطعانه میگیریم، مصمم وامیستیم. ما انسانیم، ما داریم این سیتوپلاستیسیتی مغز میگن، این قابلیت انعطاف پذیری مغز است و خدا یه همچین چیزی رو اینجا کاشته، ازش استفاده بکنیم، بیشتر از 9% رو استفاده کنیم که خیلی کمکمون میکنه در مورد بخشش، در مورد توبه، در مورد حتی راههای ابتکار. خدا به ما راههای ابتکار میده، برنامه ریزی بکنیم از قبل، بشکنیم یک
چیز کوچیک رو تبدیل بکنیم به ریز برنامه، بعد دونه دونه به ترتیب بریم جلو، با روح خدا همکاری بکنیم در این مورد که کمکمون بکنه و فیض خدا، یعنی اون لطف بیکران خدا، اون چیزی که ما رو قدرت میده درست زندگی بکنیم، اینو ازش استفاده کنیم. و مهمتر از همه اینه که خدا ما رو، روح القدس ما رو ملزم میکنه، ما رو هیچ وقت محکوم نمیکنه. اون اگر گناهی رو به ما نشون میده ما رو ملزم میکنه. هیچ شیطانه که ما رو محکوم میکنه که ما رو بگه تو نمیتونی این کار انجام بدی. من میخوام که صحبتامون رو با یه مثال تموم بکنم. یه قهرمان المپیک توی یه رشته ورزشی، کسی که میاد یه قهرمان میشه یه دیسیپلینی میده، یه برنامه ریزی به خودش میده که یه هدفی رو انتخاب میکنه که از قهرمانی نمیدونم استانش، ایالتش، همینطوری به ترتیب میره جلو کشور و برسه به اینکه قهرمان المپیک بشه. خودش رو دیسیپلین میده. ما تو برنامه‌های قبلی هم اینو صحبت کردیم که برنامه ریزی میخواد. میخوام از شما بینندگان عزیز بپرسم آیا واقعا شما آماده هستید که به اون دیسیپلین، به اون برنامه ریزی برسید تا اون تاج ایمانی که خواهید گفتم به دست بیارید یا نه؟ امیدوارم که این برنامه باعث برکت شما عزیزان شده باشه. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود عزیزان.